رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنند. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم، عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنه که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر. خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب میکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی هست؟ دلالت بر این میکرد که عذاب قبر حق است. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند با درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. پیغمبر خدا گفته است هر وقتایی که بنده مؤمن در قبر جا میکنن، یعنی در داخل قبر برده ما و شما را میگذارن، 2 ملائکه نزد ما و شما داخل میشده است. وقتی که ما و شما را در قبر گذاشتن و تبارک است یاسین هست که در حق ما و شما میخوانند، رسول الله گفت وقتی که همین رفیقان شما یا نزدیکان شما پشت میگردانند به سوی قبر آنها و از نزد قبر دور میشوند، در حال منکر و نکیر در آن قبر حاضر میشوند. رسول الله آنها را صفت کرد که چگونه هستند. آنها گفتند اسودان سیاه هستند. در شرح عقاید میگوید مویهای دراز دارند که با قد کشال هستند. حتی میگه چنان با یک دهشت و وحشت بر اون قبر حاضر میشوند، مثل که یک آواز و صدای ناخوش بر گوش همون انسانی که در قبر هست میرسد. اسودان سیاه هستند، ازرقان چشمهای سبز دارند. پیغمبر گفت که نام یکی از آنها منکر است و نام دیگری او نکیر است. اینها باعث چی می آیند؟ آنها پیغمبر خدا وقتی که میگد می آید این جانی که در دنیا با یک خیلی مشقت و با خیلی دشواری از بدن جدا شده بود، همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر میشینانند فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم میشیند رو پروی منکر و نکیر، کیفیت این خدا خودش میداند چگونه میشیند، چگونه سوال میکنند. این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمیرسد. از او پرسان میکرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی؟
و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. وقتی که تو جواب که گفتی منکر و نکیر چیکار میکنن؟ 70 در 70 زیرا گفت پیغمبر خدا قبر تو کشاد می شود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشن‌تر می شود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود، در دوام وقتی که قبر کشاد شد و قبر ما و شما روشن شد، این منکر و نکیر چی می گفت است؟ نوم خواب کن. رسول اکرم چی گفته بود است؟ گفت است کسی که اگر از همین عذاب قبر نجات بیابد، در همین عذاب قبر دوچار نشود، بعدش یعنی روز قیامت دیگر برای او آسان است. لیکن اگر از همین عذاب قبر خالی نشد، عذاب قبر در دوچار کی شد، فما بعده اشد، باز بعدترش یعنی روز قیامت باز مشکلتر و وسیع‌تر است. حضرت گفتن که از این خاطر من گریه میکنم، زیرا که نمیدانم که آیا اولی که من داخل قبر میشم من نجات میافته باشم یا نه. از این خاطر این یک وحشت قبر داشتن. رسول اکرم گفتن و ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منه، هیچ منظره هیچ مکان در نظر من دهشت آور و دشوارتر از قبر دیده نبود. این قبر یک موضعی بود پیغمبر خدا گفت که خیلی موضعی یک دهشتناک یک وحشتناک در این قبر موجود است.